سلام و به این برنامه خوش آمدید. اخبار امروز سه‌شنبه 28 میلیون را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم می‌کنم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت 33 ساکن ولایت بدخشان برای جنگ به کشورهای خارجی به مثل سوریه و عراق رفتند. امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با فعالان ولایت بدخشان روز 28 میلیون در شهر خاروق صحبت کرد و از مردم ولایت خواست پیش راه این تمایل منفی را بگیرند. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای تجلیل روز وحدت به ولایت خود مختار کوهستان بدخشان رفته است، در اینجا از نقش زنان ولایت در برقراری صلح در تاجیکستان ستایش کرد. در کجایی که وای بودند بانوان بدخشانی تکیه‌گاه ما بودند، دستگیری میکردند، کمک میکردند، مهربانی میکردند، نان میدادند، نمک میدادند. من این فراموش نمیکنم. جشن اساسی روز وحدت در تاجیکستان شام 27 میلیون در شهر خاروق به حضور هزاران نفر صورت گرفت. در تاجیکستان هر سال 27 میلیون روز امضای سازشنامه صلح و خاتمه جنگ بین مخالفان دولت و حکومت را همچون روز وحدت تجلیل میکنند. وکیلان مردمی تاجیکستان مسئله بی‌اعتبار کردن یک سازشنامه را بررسی کردند که ترتیب گرفتن شهروندی کشور را برای ساکنان قرقیزستان صادر می‌کرد. مسئله بی‌اعتبار کردن سازشنامه بین دو کشور درباره ترتیب ساده گرفتن شهروندی روز 28 میلیون در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده است. سبب بی‌اعتبار کردن سازشنامه بیشتر شدن تعداد قرقیزتباران تاجیکستان است که شهروندی قرقیزستان را به دست می‌آورند. چند پیش مقامات ناحیه لخش و یا جرگتال سابق گفتند 1000 جوان از این ناحیه فقط برای آن که به ارتش تاجیکستان دعوت نشوند شهروندی قرقیزستان را گرفتند. سازشنامه میان تاجیکستان و قرقیزستان عاید به ترتیب ساده گرفتن شهروندی سال 2004 امضا شد و نظام دریافت شهروندی را برای ساکنان دو کشور آسان می‌کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 27 ایون ضمن یک افطار در انقره نامه‌اش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را شرح داد. در این نامه به گفته کرمل رجب طیب اردوغان برای محو هواپیمای جنگی روسیه از طرف نیروهای ترکیه معذرت خواسته است. رجب طیب اردوغان گفت امیدوار است ترکیه و روسیه وضع فعلی را هرچه زودتر پشت سر می‌کنند. توسط نامه به جناب پوتین من از حوادث به وقوع پیوسته ابراز تأسف نموده یادآور شدم که ما در خاورمیانه امکانات وسیع همکاری داریم. باور دارم که با رفع وضع کنونی که بر زیان هر دو جانب است، روابط ما با روسیه به زودی بهبود می‌یابد. بعد محوی هواپیمای جنگی روسیه در ماه نوامبر مناسبات دو کشور همسایه بسیار سرد شد و روسیه رابطه اقتصادی زیادی را با ترکیه کند. در یک همایش در شهر دوشنبه از افزایش تعداد نشمندان در تاجیکستان و هم در سراسر جهان هشدار دادند. در همایش در آژانس مبارزه با مواد مخدر کارشناسان و مقامات رسمی درباره شیوه‌های جلوگیری از معتاد شدن جوانان صحبت کردند. بر اساس آماری رسمی در تاجیکستان 7200 نشمند یا معتاد مواد مخدر ثبت نام شدند و اکثریت آنها جوانان هستند و هروئین استعمال می‌کنند. اگر از روی تعداد نمود استعمال مواد نشوار گفته گذاریم، از همه زیاد گیرین استعمال می شود که زیاده از 81% رو بیماران نشمند هستند که گیرین استعمال میکنند تشکیل میدهد. نشمندان اساساً در شهرها و به خصوص دوشنبه، خوجند و خاروق و قرغان تپه زیاد بودند. ناحیه‌های رودکی، حصار، شهرینا و شهر ترسونزاده از مناطق آسیب پذیر در برابر نشمندی به حساب می روند. یک آوازخوان شناخته تاجیک می‌خواهد در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خیابان مخصوص برای هنرمندان باشد. پروینه یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت این گونه خیابان می‌تواند به نزدیکتر شدن هنرمندان و هنرپیشگان با مخلصانشان و همین گونه مردم مساعدت کند. اگر هم خیلی کوچه پیدا میشد، مثلا برای جوانان خیلی خوب میشد. اونها جوانان از هنرنمایی مردم ما لذت می‌برد. پروین یوسفی در صحبت اختصاصی همچنین درباره بیماریش با رادیو آزادی صحبت کرد و صحبت کامل و جالبی بود در وبسایت azadi.org. و اخباری بیشتر هم در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.